نزدیک واگا مرز بین هند و پاکستان فرزند معلولی به جرم اینکه پدرش پاکستانی است باید از مادر هندیش جدا شود و او از این جدایی اشک می‌ریزد. پدرم پاکستانی و مادرم از هنده. از دولت درخواست می‌کنم مادرم را همراه ما بفرسته. تروریست ها باید مجازات شوند، اما ما چه گناهی کردیم؟ مثل من بچه‌های زیادی هستند. حمله تروریستی 2 هفته پیش در کشمیر نه تنها این فرزند و مادرش بلکه چشمان مادران و فرزندان بسیاری از این دو کشور را گریان کرد. هندی ها و پاکستانی های زیادی در سالهای اخیر بدون توجه به مرزها با هم خانواده تشکیل دادند. حالا آنها نگران از هم پاشیده شدن آشیانه‌شان هستند. هند بنادرش را بر کشتی‌های پاکستانی بسته و پاکستان موشک بالستیک آزمایش کرده است. When it comes to India and Pakistan وقتی صحبت از هند و پاکستان می شود ما نمی خواهیم وارد بحث قدرت عددی شویم. ما از تمام طیف قدرت چه متعارف و چه هسته‌ای استفاده خواهیم کرد. دهلی نو در واکنش به حمله تروریستی کشمیر هر گونه واردات و انتقال کالاهای پاکستانی را ممنوع کرده است. ورود کشتی‌های پاکستانی به آبهای ساحلی خود و همچنین ورود کشتی‌های هندی به بنادر پاکستان ممنوع شده است. تعداد زیادی از دیپلمات‌ها از دو طرف اخراج شدند و خطوط هوایی نیز بسته شده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.